بار اول نیست که نمایش فروش کتاب در این مکان خورشیده با عشق و شور و مهر و با سوز و گداز برگزار می گردد و اهل کتاب و مردم کتابخوان را همروان و همزبان می سازد. و اما این بار این مراسم جریان دارد به حضور پرمحتوای قهرمان برنامه ما، زیرا سال پیش او پیوست با ملکوت و رفت به سوی بسوی بهادر رحمت، چهره سرشناس ملت. بفرمایید بیننده عزیز که حرف و هجا این مراتب در باب اوست. یکی از شرکت‌داران فعال، نه فقط شرکت‌دار بلکه یکی از سازمان دهندگان، یکی از مبتکران فعال نمایش‌های کتاب بود. در همه نمایش‌های کتاب حضور می‌یافتند. امروز استاد در این نمایشگاه نیستند، اما در روی میز مؤسسه ما چند کتابی هست که اسم استاد در اونجا به حیث مؤلف، محرر و کتابی مسئول نوشته شده است. بهادر رحمت چهره فرهنگی و پژوهشی کشور، زاده شده در دل کوهستان شغنان تاجیکستان سال 1952. سال 1973 از دانشکده آموزگاری تاجیکستان فارغ التحصیل شد و سال بعد به حیث محرر خور در بخش نظارت علمی و بیبلیوگرافی سرریدکس علمی انسیکلوپدیای سوویتی تاجیک به فعالیت پرداخت و اینک راه طی کرده. سالهای 1973-1974 ادای خدمت حربی در ارتش شوروی، سالهای 1974-1980 محرر بخش فرهنگ و هنر در سرریدکس علمی انسیکلوپدیای تاجیک، سالهای 1980-1986 برای اجرای سپارش‌های دولتی در جمهوری افغانستان استخدام شد. چون برگشت به وطن کار ادامه یافت باز در سرریدکس علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک. سالهای 1986-1997 محرر کلان علمی، مدیر بخش فرهنگ و هنر. سالهای 1997-2016 جانشین سرمحرر، کاتب مسئول سرریدکس علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک. از سال 2016 هم بازنشسته شد و تا وقتی که بود در گلستان وجود زحمت کشید در تحریر و تدوین مقاله‌های دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک. آثار ماندگار: مسئول اساسی در تحریر و تدوین مقاله‌های جلدهای انسیکلوپدیای سوویتی تاجیک، انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک، انسیکلوپدیای ملی تاجیک، دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک، دانشنامه‌های دوشنبه 2016، کلاب 2006. همچنان مسئول اساسی در نگارش و ترجمه چندین کتاب و مقاله در زمینه‌های تاریخ و فرهنگ و ادب به مانند علامه بزرگ مشرق زمین، اصالت احیا، زردشت کجایست. همچنان تحریر 220 کتاب از آن جمله 28 کتاب درسی. قدردانی‌ها: دارنده افتخارنامه دولتی جمهوری افغانستان سال 1983، مدال جسارت سال 1985، اعلاچه مطبوعات SSSR سال 1988، اردن دوستی سال 2001، رفیق شفیق، یاری وفادار، پدر مهربان و غمخوار، باباجان همدان آزادکار، ضیایی زمان، عضو پیشین هیئت مدیره و عضو فعال شورای نظارت علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک، تاجیک وطندار، زنده یاد بهادرخان رحمت. در زندگی و در کار با آدمان زیادی همنشین می شوید، ولی در بین آنها کم آدمان دوچار می شوند که یک عمر در یادتان باقی می مانند. بهادر احمدزاد از قبیل همین آدمانی بودند که یادشان تا امروز در قلب‌های ما باقی است. شخص نجیب بود، شخص دلسفید بود، شخصی که به قدر دوستی می رسید و این را من در طول قریب کار بیش از 30 ساله، کار یک جایی بیش از ساله بارها مشاهده کردم. کدام مشکلاتی که میشد پیش از همه وی حاضر میشد و همیشه نصیحت‌های مفید میداد، نصیحت مغرضانه نمیداد. ما با بهادر رحمتوف
آشنا و دوست و هم کورس و بعد از تمام کردن ختم دانشگاه هم دوستی و روا و مناسبت ما کنده نشد. از همون دوره دانشجوییش یک دانشجوی فعال بودند، دانشجوی دانشمند بودند. با درس ها بسیار هم فعال اشتراک میکردند. قابلیت شعر نویسی هم داشتند، قابلیت با خط عربی اساس نوشتن و خواندن را هم از همون دوره دانشجو اون کس خیلی خوب از بر کرده بود. همین نشانه ها در اون از دیگرها باز فرق کننده می ایستاد. بعد همون ختم دانشگاه اون کس با همین سرریاست انسیکلوپدیای تاجیکستان دعوت کردن به کار. یک عمر در یک جا، بعد از ختم در یک جا کار کردن. شخصی کاردان، شخصی مثلا با تمکین، مهربان. سال 2015 وقتی که ما نو با انسیکلوپدیای ملی تاجیک به کار آمدیم، استاد عادلخان رحمتوف اون وقت معاون سرمحریر کاتب مسئولی انسیکلوپدیای ملی تاجیک بودند. در سردرکسیون انسیکلوپدیای ملی تاجیک این دو وظیفه بسیار از این یک کس انجام داده میشد و حالا همچنین است. استاد یک کاری ساده و سخت نبود. اون سالها استاد رحمتوف در قطار چندی از استادان دیگر با مانند استاد نوردین شریفوف، سیدبک محمدلویف، در برابر استاد عبدالشکور تاشف و چندی از استادان دیگر از سابقه‌دارترین کارمندان انسیکلوپدیای ملی تاجیک حساب می‌شدند. یعنی کهنه سربازانی دانشنامه تاجیک بودند. برای ما نسل جوان، برای ما متخصصانی که تازه به کار گذاشته بودیم، وجود اونها، حضور اونها همیشه مایه عبرت و آموزش بود. تاثیر داشت. تاثیر می‌کرد. مخصوصاً استاد رحمتوف که مسئولیتی کاتب مسئول با معاون سرمحریر را داشتند، بواسطه جریان تهیه مواد و تدوین مقالات را نظارت می‌کرد. استاد عادلخان رحمتوف هر روز یا هفته چند بار حتما یا در اتاق خودشون یا در اتاق ما، یعنی در ردکسی‌های صحوی حتما وارد می‌شدند و مشوره‌های بسیار مفید علمی می‌دادند، چون سابقه زیاد داشتند، چی در دانشنامه‌نگاری، چی در کار انتشارات، طبع و نشر کتاب‌ها. نه فقط یک کارمند انسیکلوپدیای ملی تاجیک بود و خودش هم یک انسیکلوپدیست بود. در تمام موضوعات در ابعاد مختلف معلومات کافی علمی دانشنامه‌ای داشت. از این لحاظ هر وقت در صحبت ایشان می‌بودیم حتما که از اونها یک درسی زبانشناسی، یک درسی تاریخ شناسی، یک درسی آدمشناسی، یک درسی خویشتن‌شناسی می‌گرفتیم. در خاطرات ما یک شخص دانشمند، یک نفر استاد ورزیده که پیوسته ما جوانان را راهنمایی می‌کردند، برای ما نازکی‌های تهیه کردن مقاله‌های دانشنامه‌ای را می‌آموزاندند، برای ما درس می‌گفتند در مؤسسه تا که ما در سمت دانشنامه‌نگاری یک روش را برای خود کسب کنیم و با این واسطه یک سمت فعالیت کارخانه باز هم قوی‌تر شود. از آن که ما چندین کتاب می‌خوانیم، بعضا وقت بهتر است که یک دو سه جمله از یک نفر دانشمند بشنویم. این چند مراتبه فایده بیشتر دارد نسبت به آنی که ما با ذهن خود البته کتاب را می‌فهمیم و از دانشمند شنیدن چند جمله خیلی بالاتر از این چیزها است. من در حیاتم از صحبت دو نفر لذت می‌بردم، گرچنده که صحبتم کم بود با یکی از نویسنده‌های بهترینی که مثلا اینقدر مهنتی کردن، اینقدر زحمتی که کشیدن برای ملت ما، ساتی ملغزاده. این کس گنبد عقل بودن. و دویم شخصی که من میبینم این بهادر جان است و
البته با آدم با سواد، با آدم مثلا علم دارد، فرهنگ دارد، هیچ وقت صحبت تا آخر نمی رود، همه وقت نیم کالا میموند. این همین خیلی از قانون طبیعت است. برای همین وقتی که می رفتم بالای همین میزشون پوری کتاب، من کتاب انسانی بودن که در و به دل و دیده انسان جای می افتند. میدونید این سببش چی است؟ وقتی که انسان با سواد است، وقتی که خیرات دارد، عقل دارد، تمیز دارد، آداب دارد، همین خیل می شود. بنابراین همین هم یک انسانی بودن که حتما همین خیل می گفتید که تمام عمر با همین همراه کلان شدیم، تربیه یافتیم و صحبت میکردن که هیچ وقت از صحبتشون سیر نمیشدید. و من میسر شد که همراه بهادر یک سفر بسیار خوب و خاطرمان و بسیار زیبایی به خارج کشور داشته باشیم. از موضوعهای بسیار تاریخی و از جاهایی که هر یک انسان، هر یک تاجیک افتخار میکند که آرزو میکند که دیده باشد. و من باز در سفر صمیمیت، اینقدر محبت، اینقدر هویت ملی، افتخار ملی و خودشناسی و اینقدر دانش و اینقدر آگاهی فراخ و اینقدر فرهنگ بلند بهادر ما من در سفر بیشتر درک کردم. و پیش از همه بسیار انسان نجیب بود. اینقدر شخص خاکسار، فروتن، اینقدر مهربان، اینقدر حلیم، اینقدر مشفق و در دوستی بسیار به همتا بود. واقعا هم در دوستی به همتا بود. تا پایان عمر فعال و پرکار بود بهادر احمد. به عنوان یکی از چیره‌دست‌ترین دانشنامه‌نگار ملت احترام را قائم بود. یک عمر تلاش کرد در عرصه پژوهش و نگارش. در فضای علم فعالیت عالم ارزشمند بود و حضورش تاثیرگذار و پرمحتوا راسته. استاد بهادر احمد در علم بسیار مجهز آمد و توشش ره به ره، مرحله به مرحله پربارتر شد. پشتوانه قوی او کتب مقدس، ادبیات کلاسیکی، خاصه اشعار عرفانی و فرهنگ و لغات پیشین بود. دیگر چراغ هدایتی که بهادر احمد داشت، ایجادیات نهفته در دستخط و در میراث خطی نیاگان بود. عالم همواره این گنج نادی را می انداخت. بنابر علم لدنی و پیک غیب، الهام شهودی و فطرت جبلی رهکشایش بودند و او را همیشه به عرصه ابتکار و تازه‌کاری ها می خواندند. با سادگی سخن گفتن و اندیشه های معظم و محتشم را آینه داری کردن کاری ساده و آسان نیست و هنری هر کس هم نیست. و اما استاد بهادر احمد داننده خوب این علم بود و تا وقتی که بود در گلستان وجود خدمت شایسته و بی‌طمع و تاثیرگذارم کرد در این میدانی نبرد. ما هم تمام دانش‌های موجوده را گرد کردیم در دوام فعالیت خود و این را در همون انسیکلوپدیا بنگاشتیم. در این کتابی که کتاب عصرها است گرد کردیم و امروز به اختیار جوانها، به اختیار مردم، به اختیار تمام اهل بشر گذاشتیم تا که این دانش‌هایی که تمام اجداد ما سالیان گرد کرده آورده بودند از یادها فراموش نشود. با سوادی وی، شیردانی وی، طاقت پذیری وی در کار، صبر و طاقت در کار، انمی خیرگی چشم شد آخر اون کس. بعد آخر بعد بیمار شد در بلنیسه هم افتید، بعد برآمد و بازم همون در خانه تحریر میکرد، اصلاح میکرد و کتاب برآورد. بعد کتابی استاد ظفر ناظم هم با ادوار کشیدند، تحریرش هم همین کردند، برآمد. وقتهای آخر در نزد تئاتر ما ادارهشان بودن انسیکلوپدیا، یگم نمایشی نبود که اون کس ندیده باشند
و یگان نمایش نبود که درباره و مثلا تقریض ننویسند، درباره و فکرشون رو بیان نکنند. یادم بحث آخرین مرتبه آمدن گرداب درباره صدرالدین. شما دیدگی نه صدرالدین اینه؟ میگه که بهادر جان گفتن که اکای تقوی مراد من شما کشتید. من گفتم چی با؟ اونجا دو تا صحنه داند، صحنه حبس خانه و صحنه آخرین مونولوگ آخرینش در حقیقت بسیار زور است. من گفتم دو صحنه من خودم قپیده نتونستم. من گفتم اینقدر گریه کردم. من گفتم خیلی خوب کردید گریه کردید. تئاتر برای همینه که بیای گریه کنی، خنده کنی، تازه شده برای تئاتر نه برای همینه. و وقتی که مثال بهادر به تئاتر می آمد ما با تماما دیگه خیلی بازی میکردیم کمتر. همین خیلی است ده اکتور وقتی میفهمه که در تماشا در زال در تالار تماشابین با عقل است و باز هم با عقلانه بازی میکنه، باز هم با شعوری بلند بازی میکنه. این خیلی تماشا اینه که خیرخواه، یاری رسان، مدد رسان که یک فکر عقیده خودش گوید برای بهبودی نمایش، برای بهبودی اکتور، برای بهبودی پیشرفت تئاتر، برای بهبودی پیشروی ملت، این خیلی کم است. مصلحت کردیم که همین کتاب‌های سرودهایی که رحمتی پدری من ایجاد کرد در مدت چند سال فعالیتش، اونو را من در کنسرواتوریا شادروان نوردین سیدوف با ادوار کشید، یعنی به نوتا گرفت قریب 70 سرودی استاد عبدالله نظیری رو و مصلحت کردیم که انا همین سرودها را اکنون ما در شکل یک مجموعه، در شکل یک کتاب آماده سازیم و به چاپ تیار کنیم. همین طریق بعد از پی خاطره های باز همکاران و همکسبان و رفیقان پدرم و از پی اون شاعرایی که در وصف عبدالله نظری سالهای مثلا طولانی از دوره جوانیش تا آخر نوشته بودند، از کتابخانه دریافت کردیم. همه اینا را گرد آورده بعد برای تحریر، برای درست کردن با بهادر جان سپاریدم و دادم. خوشبختانه همش اصلاح کرد، درست کرد، بعد به ترتیب در آورد. با یک مثلا الفت ما گفتنی یک شاگرد داشت، حالا هم هست در همون سرریاست کار میکند. اون کس چاپ کردند، اصلاح، بعد اصلاح بهادر تیار کردیم، حالا در عرفه چاپی همون کتاب هستیم. بهادر رحمتزاد در تهیه 8 جلدی انسیکلوپدی سویتی تاجیک، 3 جلدی انسیکلوپدی ادبیات و صنعت تاجیک و بعدا وقتی که به انسیکلوپدی ملی تاجیک تبدیل نام کرد، در 9 جلدی، در تهیه 9 جلدی انسیکلوپدی ملی تاجیک، 4 جلدی انسیکلوپدی دانشنامه فرهنگی تاجیک، نقش دستشون در همون جلد 5 بود، ولی اون کس روی چاپ برآمدن این کتاب رو ندیدن و زحمت هایش نهایت بسیار است. این آن چیزی که من گفتم چیزهای عمده و کل بود و چیزهای دیگری که در سریدکس بود، انسیکلوپدیایی که در سریدکس چاپ کرد، اون کس به حیث جانشین نقششون در همه آنها هست. برای بهادر محل وجود نداشت، برای و یک آرمان، یک ارزش این ملت بود، این ارزش های مقدس ملت بود و همیشه در صحبت هایش در هر کجایی که بودیم از این روزانه نگاه میکرد و صحبت میکرد و زبان تاجیکی را خیلی خوب میدانست، یعنی زبان خودمان را، زبان مادری خودش را بسیار عالی میدانست. مطالعه خیلی زیاد داشت. رهتوشه او کتاب بود. با خود در همون سفر هم که بودیم با خود کتاب داشت. همیشه مطالعه میکرد، در هر حالت بیکار نبود. استاد بهادر رحمت انسانی آفتابی بود راستی، زیرا کوشید تا تواند از روشنی وجودش و از تجلی افکارش ظلمتستان مغزها را فتح منیر ببخشد. تا وقتی که کتاب هست و کتابخوان در صفحه های کتاب های تالیف شده این مکان نوروزیا
شهامت و عظمت انسانی و شخصیت منور و پرهنر بهادر و رحمت نیز ظهور می کند و اوج زحمتش فضای اندیشه جامعه را پالایش می دهد. یعنی که مرگ انجام نیست بلکه آغاز هاست مرگ. بسیار قصه میکرد از 6 ساله که یا بیشتر از 6 سال نمیدونم چند ساله که در افغانستان مسئول بود و از خاطره هایش، از اون لحظه هایی که سخن از واقعا از افتخار ملی، از ننگ و ناموس تاجیکی، از این چیزا میرفت. فضیلت های بسیار نکوی انسانیش به او باز بیشتر حسن میبخشیدند، حسن روزگارش را. استاد سابقه بیشتر از 40 ساله داشتند در کار و فعالیت در دانشنامه ملی تاجیک و دانش فراگیری که داشتند. البته ما از آن بهره خیلی زیاد گرفته ایم که امروز در کار تهیه و تدوین دانشنامه ها حتما برای ما یک چیز بسیار مهم است. وقتی که بنده قدم های نخستین خودش را به این کارخانه، به این درگاه ماند، اولین شخصی که نصیحتگر بود برای من، استاد بود برای من، بهادر احمدزاد بود. زیرا علاقه 2 سال پیش 3 سال پیش از من به کار آمده بود و بسیار نازگی های کار را میدانست و یک روز مرا به نزد خود جیغ زد و گفت همین خیلی ایستادن گری هیچ روش نمی کنی، از همین روز سرکرده با مقاله نویسی شروع کن. و با مسئولیت همون ما با مقاله نویسی شروع کردیم و آهسته آهسته موفق شدیم. چون در سمت تهیه دانشنامه های برای کودکان و نورسان یک مدت سر و کار داشتیم با ایشان، یک مدت برای تهیه دانشنامه فرهنگ مردم هم برای بعضی مقاله ها کار داشتیم. همیشه بر تمام جزئیات برای ما شرح میدادند که روش تهیه مقاله باید چگونه باشد. با این واسطه ما از استاد همچون یک نفری که دانشگاه را نو ختم کرده بودیم، از استاد با یک شکل زینه به زینه، یعنی با یک شیوه استادانه برای ما میفهماندن تا که ما هم با تدریج همون روش تهیه مقاله را بیاموزیم. دانش بسیار خوب داشت، سرمطالعه بود و کسب خودش را به نهایت خوب میدانست. بنابر همینم هر کاری مشکلی که در کارخانه پیش می آمد، رهبران کارخانه پیش از همه به او مراجعت میکردند و همین بود که بعد سالهای زیاد همچون معاونی سردست علمی انسیکلوپدی ملی تاجیک کار کرد و به همین وظیفه تعیین کردنی رهبریت هم این نتیجه محنت‌های شب و روزی خودی بهادر بود. با تخلص صحبا شعر میگفت و بسیار شعر میدانست. کدام موضوعی که صحبت رود و در آن موضوع در آن معنی حتما یک شاهبیت یا قطعه میگفت و بسیار آگاهانه. و من بسیار وقت خواهش میکردم که من همینا باز برای خودم یادداشت کنم، نوشته گیرم و بعضا از نوشته های خودش وقتی که میگفت خیلی صمیمی و بسیار یک با ذوق بلند شعر میگفت. سرحلقه خوبان جهانت بینم، از چشم حسود در امانت بینم. پیوسته شب و روز دعایم این است، رخشنده چو مهر آسمانت بینم. این فضای ساده و آزاده و پرمحتوا بازگوی آن است که استاد بهادر احمد روح زیبا پذیر و ذوق نادر داشت. پرستنده به همتای آزادگی بود، به رفیق شفیقش، به یار قدیم و ازلیش، به مادر فرزندهاش احترام و محبت آسمانی داشت، به عزیز دلش، به همسر مهربانش، چون به بهاترین هدیه تقدیر و اعجاز خداوند با احتیاط و محبت
مناسبت کرد و در پاس صداقت بود. قاموس حقیقت و فرهنگ محبت را میماند در مناسبت و در معاشرت با اهل بیت. انسان دریایی بود، با تفکر تازه، با روح برانگیخته، یک نفری که از مکتب فضل و فطرت اهل علم سود برداشته و اندرون جوشش های حیات ادبی قرار داشته در میدان زندگی خیش نیز نصرتیار بود. و اینک امروز فرزندها، نبیره ها همه تربیت دیده، دانش انداخته، در رفتار و گفتار و کردار صادق به خود و به جامعه و مهمتر از همه پاسدار نام و ادامه دهنده راه عمر پدرند که خوش به حالشان و بادا حلالشان. زندگیم به طور کامل گفته میدم خیلی خوش گذشت. هم دیگر فهمی بود، صمیمیت در بین ما بود، صداقت و دوستی در بین ما بود. نبیره های خود را، فرزندان خود را دوست می داشتن. من شخصی بودن که به همه جهت، هم کاری دولت، هم در کارهای خانه، هم تربیت فرزندان من همیشه کمک میکردن. انسانی بودن که همیشه از پی تربیت فرزندانشون بودن. از خردی با آنها خواندن و آموختن و در وقتهای بیکاری از بر کردن پاچه شیر را همیشه پیشانها با میگذاشتند. پدرم شخصی خاکسار بودند، حلیم بودند، مهربان بودند. زندگی را دوست می داشتند، زندگی را با تمام پستی بلندیش دوست می داشتند. عاشق زندگی بودند، عاشق نبیره هایشان بودند، عاشق فرزند هایشان بودند، عاشق عائله خودشان بودند و همین زندگی را با تمام پستی بلندی قبول داشتند. پدرم ستون خاندان بودند، تکیه‌گاه فرزندان بودند، بر و پل عائله بودند، بسیار مهربان، نصیحتگر بودند، مصلحتگر بودند. میگفتم بغیر از خواندن باید انسان بیند با چشم خود، داند یک چیز، فهمد. حتی به موزه می بردن برای تماشا روزهای استراحتی شنبه، یک شنبه حتما آنها رو به موزه می بردن. با کتابخانه بچگانه به نام میر سید میرشکر می بردن. خوشچقچق بودند، شوخ بودند، بسیار شوخ بودند. همه گپ‌هایشان با شوخی و با شعر آموزش میدادند. جنگ نمی‌کردند، نمی‌توانستند. جنگ اون خندقتی بود. قابلیت شعرنویسی هم داشتند. در خاطر دارم در کورس اول وقتی که تحصیل می‌کردم در دانشگاه محفل نوروزی شد و چند تن همین دخترها التماس کردند که در وصف نوروز شعرها قرائت نمایند. میدونستم که پدرم که بسیار همین با شعرنویسی مشغول میشوند، به نزدشان آمدم. از اون کس التماس کردم که میبینم که هر سال همون شعرها در وصف نوروز تکرار هستند و به من چیز نوی ایجاد نماید. اون کس به یگان مانع حالا من از در بیرون نشده که گفتم نزدم نشستم و همین چند مصرع شعر رو در وصف نوروز اون کس ایجاد کرده بودن که این چنین بود: روز نوروز است عالم سبززار، زنگ دل را می برد بوی بهار. ای پدر برخیز و نوروزی بیار، تا تو را بخت دهد پروردگار. یعنی روزی که به نوبهار ماند خوش بود، رویی که به لاله‌زار ماند خوش بود. در بزم گلفشانی نوروز بهار، نرگس که به چشم یار ماند خوش بود. همینا یک جا میشنون درس ادب میداد، از هر مسئله، از هر جهت، از هر یک صحبت. من کونی معنی دانش بودن، همیشه کوشش میکردن که همون صحبتی که به کدام موضوع باشد همون صحبت به وابسته از حیات پیغمبران، از حیات گذشتگان، حدیث های پیغمبران، از حیات حافظ سعدی و همین کلاسیکان همون پارچه های نظمی آورده برایشان تحلیل میکردن. میگفتن آدم باید پیش از همه انسان شود، انسان خوب شود. دویم این که خیرات داشتن در کار. برای خیرات داشتن آدم باید کتاب خواند. کتاب که خواندی دانش پیدا میشه، دانش که پیدا شد تو خیرات پیدا میکنی. بعد با شعر رویدکی تقویت داده میگفتن این جهان رو نگر با چشم خیرات، نبدان چشم که اندر رو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی احساس تا بدان گذری. میگه این جهان رو با چشم عادی نه، با چشم خیرات باید دید. اگر تو بدرادور نظر کنی، بدرادور کمتر میل کنی، فهمیدن خواهی،
این دنیا یک دریای کلان است. برای همین دریای کلان پیموده توانستن از این ساحل به آن ساحل مراد رفته رسیدن دانش در کار. از دانه های نکوکاری، از دانه های علم و دانش مروارید ساخته، تو باید همون راهی از این ساحل به آن ساحل گذشتن را باید یابی. یعنی در زندگی خودتون رو یابید، راهتون پیدا کنید. همین 30 سال برای شما فقط برای خواندن است، برای تعلیم گرفتن است، برای آموختن است. در اویله ما باز یک آنانه بود که همین روزهایی که دم می گرفتن تعطیل می شد، کوشش می کردن که همین نبیره ها رو گرد هم جمع مورند. با همه ما زنگ می زدند، دعوت می کردند، می گفتند من به شما یک آش پلوی با مازه تیار می کنم، نبیره ها رو گیرتون یک جای بیتون میشنیم. از همین پوچه گاو، پختن یخنی گاو همین قدر دوست می داشتن. می رفتیم دو کس بازار می کردیم، خرید می کردیم، می آوردیم. من از ساعت 6 سحر یک روز می ماندم تو ساعت 8 بیگو باید پخته هل می رسید. بویش نبیاید، بوی نداشته باشه، با گوشت اضافه می کردیم و با مرغ علاوه با گوشت مرغ اضافه می کردیم، تخم مرغ اضافه می کردیم، سبزیجات از سبزی دیگر انداخته میفتن اکو این طرفش کاری من. بعد همون خودشون در همون لاله ها گرفته نقش نگار کرده و همه می اومد هوس میکرد از خوردن وی. کمال همنشینی با همه مردی بزرگ، با همه مردی دانشمند، دانشور به من یک جهان معنی داد. حتی ما همدیگر رو بسیار میفهمیدیم، به کارهای همدیگر کمک میکردیم. مثلا تحریر یگان کتاب باشد میگفتن سولیه بیکار باشی اگر بیا در تحریر همین چیز اول یک بار خوانده میبرآمدی. ما از بالا با یک بار خوانده باید تحریر. این منم کمک میکردم. این قسم اگر یک درسی کشادی من میشد، اسبابای عیانی که برای من در کار است در نزد معلم درس داشتن تمام اونا برای من تیار میکردن. یا حتی وقتی که تعمیر مکتب میشد صنفخانه خود معلم پیشتر تعمیر میکردن. همون تعمیر همون کابینت فنی نقش نگار اصولی همون شاعری ماندن و مصرع‌های شعر موافق کرده آوردن و همش به ما کمک میکردن. بابایم رو زیاد دوست دارم چون که در تربیه ما نبیره ها سهمی زیاد گذاشتن. این فخر ما هست چون در تربیه خیلی آدمی دانشمند عالم بودند. بابای من بسیار میخواستن که من طبیب شوم، بسیار کتاب من به می آوردن که تیاری بسیار بینم. من همین سال به دانشگاه طبی داخل شدم. باوری دارم که روح بابام از من شده است. بسیار برای ما فرزندان گران غلطید نبودن اون کس. خیال میکنم که یک سفری خدمتی دارند و بعد چند لحظه باز میگردند. اصلا بایستی که امروزیان ادامه منور رفتگان باشند و اما مهم است دانستن که کی رفت و کی ادامه خواهد داد. استاد بهادر احمد یک نفر سعادتمند وطن بود، یک نفر فروتن و خاکسار که وجودش روشن از طلوع آدمیت. انسان خجسته بود و حضور تاثیرگذار داشت در جامعه. البته راه علم و دانش به سمت به انتهایی است و اما مطمئنم کار ناتمام این چهره سرشناس ملت، این زیایه زمان با شادی آغاز و ذوق آفرینندگی ادامه خواهد یافت. مردم عالم را به توحید خواهند خواند، زیرا عزیزان و پیوندان، دوستان و همپیشگان با کار و پیکار و کل اثرهای چاپ شده در دانشنامه که با رنگ مهر و اراده تالیف شده از جانب استاد بهادر احمد ادامه عمر او خواهند بود و نامبردار نام نکوی او. نام استاد بهادر احمد، نام این چهره سرشناس ملت در سبزترین فصل واژه ها برای ما و شما سبز و مبارک و خوش باد ای هموطن. استاد حضور فیزیکی ندارند در بین کارمندان، اما مکتبشون، اون پندهاشون، درسهاشون هست. اونا درس تشکیل کرده بودن در وقتش در انسیکلوپدیا ملی توجیک. بسیار حریران جوان در درس اشتراک میکردن و از استاد آیین‌نامه یا اصولی دانشنامه‌نگاری را می‌خواند
қоидаҳои нигориши мақолаҳои донишномаиро мемӯхад. ва имрӯз ҳам фикр мекунам дарсҳошон, машвараҳошон корагар аст ва кормандони мо аз мо истифода мекунанд. устод сахтгир буданд, чун аксари шогирдон баъд аз гузашти як муддате ҳамун ҳикмати сахтгирии баъзе аз устодони хешро дарк мекунанд. аз ин рӯ мо аз сахтгириҳои эшон миннатдор ҳастем, ҳамеша миннатдор ҳастем. дар хотироти мо эшон ҳамчун як шахси хуб боқӣ мондаанд, ҳамчун як шахсе ки некиҳояшон барои мо боқӣ мондааст. имрӯз мо ин шахси донишмандро ҳар лаҳза ҳар соат ёд мекунем, зеро ҷои он кас холӣ аст. бисёр зебо зист, зиндагиаш зебо, худаш зебо буд, дилаш зебо буд, ҳарфаш зебо буд, маънӣ дошт. зиндагиаш пур аз маъниҳои рангин буд. ёдаш бахайр.